سلام ای فرزند ملت، سلام ای تاجیک تاجدار. امروز بسیاری ها درباره زبان تاجیکی صحبت می کنند، از آن جمله درباره خط تاجیکی یعنی پارسی. فکر خود را می خواستم در این باره عیان بکنم و برای مردم عزیزم که بسیاری ها انتظار هستند که من چی فکری در این باره دارم بگویم. دوستان عزیز، اگر ما و شما خوب فکر بکنیم و خوب بدانیم که خط کریلیکی یعنی خط روسی که برای ما آوردن هیچ فایده‌ای برای این ملت نآورده است و نخواهد آورد، چون ما ملت زبان خود را داریم، چون ما ملت خط خود را داریم. عزیزان من، اگر شما حتی در اینترنت داخل بشوید یک چیز با زبان اصیل تاجیکی بنویسید، یعنی با خط تاجیکی، شما آن را پیدا نخواهید کرد. معنای گپ من این هست که با خطی که این روزها به سر ما آوردند، این را خط تاجیکی نمیگویند، این را خط زورکی میگویند که روزها برای ما و شما آوردند که کنترل و نمایندگی ما و شما را به دست بگیرند. امروز ما صدها و هزارها کتاب داریم که با خط اصیل تاجیکی یعنی با خط پارسی نوشته شده‌اند. اینها برای پیشرفت ملت خیلی در کار هستند، اما متاسفانه ملت عزیز ما سالهاست با زبان اصیل خود صحبت نمی کند، سالهاست با زبان اصیل خود نمی نویسد، سالهاست با خط اصیل خود هیچ چیزی به نقش نمی آورد. متاسفم از آن که بعض نفرانی که باز هم روسیه دوستار هستند و می خواهند که خط کریلی برای ما و شما بماند. متاسفم از آن که نفرانی نمی بینند که ارمنیا یعنی که ارمنیا که برای شما ساده فهم باشد، گروزیا، گرجستان، آنها با خطهای خود می نویسند، اما از کشور ما و شما پیشرفت‌تر هستند، از کشور ما و شما کرده پیشرفت کردند. چرا به ما و شما ترس می دهند که ما و شما اگر به خط اصیل تاجیکان به خط فارسی بیاییم عقب می زنیم؟ چرا برای ما و شما میگویند که ما و شما نباید با زبان اصیل تاجیکی با خط اصیل تاجیکی پارسی تاجیکی بنویسیم؟ بنده متاسفم، بنده از آن نفرانی که خود را شهرنشین و از آن نفرانی که خود را نماینده معارف و فرهنگ میدانند. متاسفم از آن نفرانی که خود را نماینده این ملت میدانند و با زبان اصیل تاجیکی صحبت کردن نمیتوانند و به خط اصیل تاجیکی را نمیتوانند قرائت و خواندن. این در حقیقت مشکل تاجیکان در عصر 21 هست. ما امروز با این خط کریلیکی نمیتوانیم تمام تاجیکان را یک جایه بیاریم. ملت ما نیاز به خط اصیل تاجیکی یعنی خط اصیل فارسی دارد. ملت عزیزم، این ندای من برای شما هست که شما را هم ساکت ننشینین، شما را هم گپ بزنین که ما نیاز به بازگشت داریم. تاجیک در آن وقت تاجیک می شود، تاجیک در آن وقت تاجیک می شود که به اصلیت خود بر بگردد. ملت عزیز و شریفم، تو باید این را بدانی که خطی تو پارسی است، زبانی تو تاجیکی است. این خطی که روزها برای ما آوردند هیچ خوبی برای ما نخواهد آورد. ای ملتم،
ای ملتی عزیز و شریف و گرامیم، باید این را درک بکنی. روزها به کسی خوبی نآوردند و به کسی خوبی نمیارند. ای فرزند ملت، ای فرزنده که شاید خواب باشی، ای فرزنده که شاید که این صحبت من را گوش بکنی، من را خائن ملت بگویی. من خائن ملت نیستم. امروز من خواب نیستم، اما در فکر پیشرفت ملت هم هستم. این را فراموش نکن ای فرزند ملت. خدا حافظ. انشاءالله که فراموش نکنی آب نشیدن در کانال فرزند ملت منوچهر کوهستانی که فقط برای پیشرفت ملت صحبت میکند. چون من میگویم آبونه بشوید، معنای آن را ندارد که برای خود من هست. این برای ملت هست، برای همه ما و شما است که من همچون نماینده علم و فرهنگ برای تمام عزیزانم، برای تمام عزیزان تاجیکم، دوستانم، هم ملتانم بفهمانم که حقیقت چیست. خدا حافظ ای فرزند ملت.